حضار گرامی تکبیر. از تمامتان خواهش میکنم که شیخ محترم ما را بتن. دکتر زاکر نایک. حضار محترم، خواهران و برادران گرامی، تمام شما را به این مجلس اسلامی خوش آمد میگم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رحمت و برکت خداوند نصیب کلتان. میخواهم به شیوه حضرت عیسی علیه السلام قسمی که برای شما آرزو کنم، طوری که در انجیل آمده. در انجیل لیوک چپتر 24 آیه 36 حضرت عیسی با پیروان خود میگه سلام علیکم. این یعنی در آرامش باشین. عنوان سخنرانی من درباره شباهت ها بین اسلام و مسیحیت است. این بسیار یک موضوع مهم است، بخصوص برای این کشور، یعنی نایجریا. هر دو دین در این کشور پیروان زیاد داره، اسلام و مسیحیت. بعضیا میگن 50-50، بعضیا میگن 60-40. به هر حال این دو دین بسیار بزرگی است و تا زمانی که این دو فرقه یک دیگه خود نشناسن، هیچ وقت این کشور سال به وجود نمی آید. امیدوار هستم با سخنرانی‌های من مسلمانان و مسیحیان یکدیگرشان را بهتر بشناسند. اسلام از ریشه سلام به وجود آمده که به معنای صلح می باشد و همچنان از کلمه عربی سلم گرفته که یعنی از خداوند فرمان برداری کنن. اسلام یعنی به دست آوردن آرامش با قرار دادن خود در پناه خدا. و هر کسی که فرمان برداری خدا را کند مسلمان می باشد. اکثر مردم درست درک نمی کنند، چون اسلام یک دین جدید است که توسط حضرت محمد صلی الله 1400 سال پیش به وجود آمد. راستش حضرت محمد صلی الله سازنده این دین نیست، اما او آخرین فرستاده خدا است. و اسلام 1400 سال پیش به وجود نآمده، بلکه اسلام از روز خلقت انسان، روزی که آدم به زمین آمد بود. قرآن عظیم و شأن در سوره فاطر چپتر 35 آیه 24 میگه هیچ قومی وجود نداره که ما را به حال خود مانده باشیم و برش پیامبر نفرستاده باشیم. خداوند در سوره رعد چپتر 13 آیه 7 میگه برای هر قوم هدایت کننده فرستادم. اگر بنام بگویم 25 پیامبر و یا فرستاده خدای بزرگ در قرآن آمده، مثل آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد رحمت خدا بر تمام آنها. نام 25 پیامبر در قرآن آمده. و همچنان قرآن در سوره نساء چپتر 4 و آیه 164 میگه ما داستانهای بعضی از پیامبران را به شما ربط میدهیم و از بقیه را بیان نمیکنیم. و خدا با حضرت موسی مستقیم سخن میگفت. قرآن در سوره غافر چپتر 40 و آیه 78 پیام خود را تکرار میکند. ما داستان بعضی از پیامبران را به شما بیان میکنیم. پیامبر دوست داشتنی ما گفت در یک حدیث صحیح مشکات المصابیح جلد 3 و در حدیث 5737 گفته شده و همچنان مسند احمد ابن حنبل در صفحه 256 الی 266 نیز بیان میکند. در جای پیامبر دوست داشتنی ما میگه خداوند بزرگ و بلند مرتبه 124,000 پیامبر بر روی زمین فرستاد. پیامبر خوب ما میگه خداوند 124,000 پیامبر بر روی زمین فرستاده است. اما نام 25 پیامبر در قرآن آمده. تمام پیامبران که پیش از آخرین پیامبر یا حضرت محمد آمده، اونا برای یک قوم خاص فرستاده شده و پیامی را که اونا با خودشان آورده بودند برای استفاده در یک زمان خاص بوده. به طور مثال موسی فقط برای اسرائیلیا فرستاده شد. قرآن در سوره آل عمران چپتر 3 آیه 49 میگه حضرت عیسی را به عنوان پیامبر برای بنی اسرائیل فرستادم. و همین پیام در انجیل نیز تکرار شده. در انجیل متیو چپتر 10 آیه 5 الی 6 در یک قسمت عیسی میگه بر راه غیر کلمی ها نروین. کیها کلمی هستن؟ غیر جیوس ها، مانند هندوها. بر راه کلمی ها نروین، شامل منکران نشوین،
بلکه با خانواده بنی اسرائیل هم نشین باشن. حضرت عیسی تذکر میده که او یک خط است که به شما میگه با منکران یک جای نشوین و فقط با عیسویا یا بنی اسرائیل و فقط با اسرائیلیا هم نشین باشن. حضرت عیسی برای توضیحات بیشتر در انجیل متیو چپتر 15 آیه 24 میگه حضرت عیسی میگه ما جز خواستن شما به سوی بنی اسرائیل برای چیز دیگه فرستاده نشدیم. پس ما از قرآن و انجیل آگاه میشیم که حضرت عیسی فقط برای بنی اسرائیل و فقط برای مردم خودش فرستاده شده. خداوند در سوره احزاب چپتر 33 آیه 40 میگه محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، بلکه فرستاده خدا و خاتم پیامبران است و خدا به همه چیز داناست. به همین دلیل در قرآن میگه حضرت محمد آخرین پیامبر در روی زمین می باشد. چون حضرت محمد آخرین پیامبر می باشد، او فقط برای مسلمانان و یا اعراب فرستاده نشده است. در قرآن سوره انبیا چپتر 21 آیه 107 میگه من به عنوان رحمت برای تمام مخلوقات، به عنوان رحمت برای انسانها، به عنوان رحمت جهانیان پیامبر را فرستادم. به خاطر که حضرت محمد آخرین فرستاده خدا بود، او فقط برای مسلمانان یا اعراب فرستاده نشده، بلکه برای تمام بشریت است و این پیام در سوره سبا چپتر 34 آیه 28 تکرار شده است. من یک پیامبر جهانی فرستادم تا به شما بشارت بدهد و از انجام گناه منع کند، اما اکثریت انسان‌ها تا هنوز نمی‌دانند. و از حضرت محمد در صحیح البخاری جلد 1 کتاب صلاح چپتر 56 حدیث 429 میگه حضرت محمد میگه تمام پیامبرانی که قبل از من فرستاده شده برای همان عصر خود بوده است، اما من آخرین پیامبر هستم که برای تمام بشریت فرستاده شدم. پس به خاطر که حضرت محمد آخرین پیامبر است، فقط برای مسلمانان یا اعراب نیست، بلکه برای تمام بشریت است. به همین دلیل از حضرت محمد در تمام ادیان معتبر دنیا سخن گفته شده است.